قدرت همیشه از شمشیر شروع نمی شود. گاهی از یک ذهن بیره، یک لحظه تصمیم گیری و یک روح خستگی ناپذیر آغاز می شود و در قلب ژاپن جنگ زده مردی ظهور کرد که تمام تعریف‌های ما از جنگجو بودن رو زیر سوال برد. میاموتو موساشی، کسی که نامش در کنار افسانه ها هست، نه فقط به خاطر مهارت بلکه به خاطر مسیری که از خشونت آغاز شد و به حقیقتی رسید که حتی امروز هم جنگجویان درباره‌اش بحث می‌کنند. و عجیب‌ترین قسمت داستانش جایی است که بسیاری فکر می‌کنند پایان ماجراست، اما تازه درک واقعی قدرت است. ژاپن دوره سنگوکو جایی نبود که کودک‌ها فرصت داشته باشند کودکی کنند. جنگ همه جا بود، از صبحی که چشم باز می‌کردی تا شبی که صدای برخورد شمشیر از دور می‌آمد. خانواده‌ها هر لحظه ممکن بود خانه‌شان را از دست بدهند و اربابان جنگی هر روز مرزهای هم را جابجا می‌کردند. در چنین زمانه‌ای بود که بچه‌ای لاغر و ساکت متولد شد، کسی که بعدها تاریخ اون رو با نام موساشی میشناخت. موساشی در کودکی هیچ ویژگی عجیب و غریبی نداشت مگر یک چیز، نگاهش. نگاه یک کودک معمولی نبود، انگار چیزی را میفهمید که بقیه نمیفهمیدن. وقتی افراد قبیله تمرین میکردن، اون بیشتر از این که حرکاتشون رو تماشا کنه، ریتم نفس کشیدنشون رو دنبال میکرد. سالها بعد مردم فهمیدن این یکی از رازهای پیروزی‌های اون بود. اتفاقی که مسیر زندگیش را تغییر داد در 13 سالگی رخ داد. سامورایی جوانی به روستای اونها اومد و ادعا کرد که با هیچ کس در آن اطراف هم سطح نیست. موساشی نوجوان جلو رفت. هیچ کس قبول نمی کرد یک پسر لاغر مقابل یک سامورایی واقعی بایستد. دوئل آغاز شد و در چند ثانیه پایان یافت. ضربه موساشی غریزی، خام و بی‌نقص بود. سامورایی سقوط کرد و روستا در سکوت فرو رفت. بعد از آن روز موساشی فهمید مسیرش با بقیه فرق دارد. آموزش رسمی ندید، استاد نداشت. او از شکست دادن حریف‌ها یاد می‌گرفت، از اشتباهاتی که نمی‌کرد و از اشتباهاتی که دیگران می‌کردند. به جای اینکه مانند سامورایی‌ها به یک ارباب وفادار بماند، راه سفر را انتخاب کرد. شهر به شهر، روستا به روستا، هر جا می‌رسید کسی پیدا می‌شد که بخواهد مهارتش را آزمایش کند، اما هیچ کدام نمی‌توانستند اون را متوقف کند. موساشی فقط به یک چیز فکر می‌کرد: فهمیدن ماهیت قدرت. سالها جنگ باعث شد متوجه شود چیزی فراتر از تکنیک لازم است. خیلی ها شمشیر را خوب می‌زدند، اما در لحظه تصمیم گیری می‌لرزیدند. موساشی یاد گرفته بود هیچ وقت در لحظه‌های حساس مکث نکند. همیشه اولین کسی بود که ضربه واقعی را می‌زد. یکی از رازهایش مشاهده بود. او قبل از هر مبارزه مدتها حریفش را می‌دید، از طرز راه رفتن تا نحوه نگاه کردن. همین جزئیات کوچک تعیین می‌کرد ضربه نهایی چطور و کجا فرود بیاید. بعدها در کتاب 5 حلقه نوشت: نبرد را قبل از نبرد ببین. موساشی در طول سفرهایش با ده‌ها گروه سامورایی روبرو شد. بعضی‌ها برای شهرت، بعضی‌ها برای افتخار و بعضی‌ها فقط برای اینکه نامش را بیازمایند. اما هیچ کس نتوانست او را از پا در بیاورد. او هر بار یک چیز جدید یاد می‌گرفت. گاهی سرعت مهمتر است، گاهی سکوت، گاهی خشونت و گاهی بیرحمی کامل. اما نقطه اوج زندگی موساشی سال 1612 بود، زمانی که دعوتنامه‌ای برای دوئل با یکی از مشهورترین شمشیرزنان آن دوران، ساساکی گوجیرو دریافت کرد. گوجیرو با تکنیک افسانه‌ای شمشیر خشک شناخته می‌شد. سلاحش بلندتر بود، ضرباتش دقیق‌تر و سرعتش مرگبار. مردم میگفتند ضربه او مثل برقی است که اگر از کنارت عبور کند پوست را میشکافد. این دوئل فقط یک مبارزه نبود، برخورد دو فلسفه جنگی بود. گوجیرو نماینده نظم، تکنیک و آداب سامورایی بود. موساشی نماینده واقعیت خشن نبرد. همه پیش بینی می‌کردند موساشی شکست بخورد. روز مبارزه فرا رسید. سواحل گانریو پر از جمعیت شد. گوجیرو آماده بود، اما موساشی نیامده بود. دقیقه ها می‌گذشت، خورشید بالاتر می‌رفت تا اینکه یک قایق کوچک ظاهر شد. موساشی روی آن نشسته بود، موهای به هم ریخته، لباسی ساده و یک شمشیر چوبی در دست.
همه شوکه شدند. این همان موساشی است؟ چرا دیر آمد؟ چرا شمشیر چوبی؟ اما هیچ کس نمیدانست این تأخیر بخشی از استراتژی بود. موساشی میخواست ریتم ذهنی حریف را به هم بزند و موفق هم شد. گوجیرو فریاد زد و حمله کرد. ضربه‌اش مثل تندر بود، موجی از قدرت، سرعت و دقت. اما موساشی منتظر همین لحظه بود. تغییر وزن روی پای چپ کوجیرو یک اشتباه کوچک، اما برای موساشی همان چیزی بود که لازم داشت. شمشیر چوبی از بالا فرود آمد. صدای خشک در ساحل پیچید. کوجیرو افتاد. جمعیت در سکوت فرو رفت. موساشی حتی برای دیدن نتیجه نماند. پشتش را برگرداند و رفت. و همین صحنه او را تبدیل کرد به افسانه‌ای که هنوز هم در ژاپن از او با ترس احترام‌آمیز یاد می شود. اگه به روایت‌های علاقه داری که تاریخ و قهرمان‌ها رو بدون اغراق اما با واقعیت‌های تکان دهنده نشان می‌دهد، دنبال کردن این کانال کمکت می‌کنه سراغ پرونده‌هایی بریم که معمولاً کسی سراغشون نمیره. بعد از این دوئل موساشی می‌توانست بقیه عمرش را روی شهرت زندگی کند، اما این مسیر او نبود. او از خشونت به سمت تفکر رفت، از میدان جنگ به هنر. میگویند کسی که تاریکی را خوب بشناسد نور را بهتر درک می کند. او شروع کرد به یادگیری نقاشی، خوشنویسی، فلسفه، مراقبه و استراتژی. می گفت کسی که فقط جنگ را بلد باشد در نهایت به دست خودش شکست می خورد. در این دوران بود که کتاب 5 حلقه را نوشت. کتابی که فقط درباره مبارزه نیست، درباره ذهن انسان است، درباره مهمترین نقطه ضعف هر جنگجو، یعنی غرور. آخرین سالهای عمرش را در غار رایگاندو گذراند، جایی که سکوت بیشتر از هر معلمی به او درس میداد. هر روز ساعتها مینوشت، میکشید و مراقبه میکرد. در همین غار بود که حقیقتی را فهمید که خیلی ها نمیدانند. بزرگترین دشمن موساشی هیچ کدام از شمشیرزنها نبود، خودش بود. غرور است که جنگجویان بزرگ را نابود میکند و موساشی با شکست دادن غرورش در واقع بزرگترین پیروزی زندگیش را به دست آورد. روزی که مرد شمشیرش کنار دستش بود، اما در غلاف نبود. بعضی ها میگویند یعنی آماده جنگ بود، اما بعضی ها باور دارند این نماد چیز دیگر بود. مردی که سالها با شمشیر زندگی کرده بود بالاخره فهمید قدرت واقعی در فکر است، نه در تیغه. موساشی بارها مرگ را شکست داد، اما در پایان مهمترین چیزی که پیروز شد ذهنش بود و شاید به همین دلیل است که هنوز بعد از قرنها نامش را کنار قوی‌ترین جنگجویان تاریخ می‌گذارند. نه فقط به خاطر دوئل‌ها، بلکه به خاطر راهی که طی کرد تا از یک مبارز خشن تبدیل شود به مردی که ماهیت قدرت را کشف کرد. اگه فکر می‌کنی قدرت فقط در عضله و سلاح است، داستان‌های بعدی نظرت رو عوض می‌کنه. ما اینجاییم تا سراغ پرونده‌هایی بریم که پشت هر افسانه یک حقیقت پنهان دارد. به نظر تو اگر موساشی امروز زنده بود و با یک مبارز حرفه‌ای MMA روبرو میشد، نتیجه چه میشد؟ نظرت رو بنویس. این سوال یکی از بحث برانگیزترین موضوعات دنیای رزمیه.